آشکار شدن نسب فرزند جنگل برای کاوه و قارن. کاوه وقتی داشت پرخاش میکرد به اون جوان جنگلی، فرزند جنگل که سرش رو روی زانوش گذاشته بود، به محض اینکه سرش رو بلند میکنه و نگاهی به کاوه میاندازه و دوباره سرش رو زانوش میذاره، قارن که از سنگر دوم این رفتار رو داشت نظاره میکرد فریاد میزنه که پدر داری با قاتل فرزندت درد دل میکنی، چرا او رو نمیکشی؟ و حرکت میکنه و به سمت مرد جنگلی میاد، شمشیرش رو میکشه و همین که نزدیک مرد جنگلی میشه صدایی بلند میشه و میگه که قارن دست نگهدار، اون پسر توه. قارن با شنیدن این جمله در جا خشکش میزنه و مثل یخ سرد میشه و به اون مرد میگه که مگه تو دیوانه هستی؟ اون مرد میگه که نه، من دیوانه نیستم، من از افسران بهرام بودم زمانی که شما در کاویان قلعه با دختر کدخدا ازدواج کردی و همسرت 9 ماه بود، تا اون شب که کاکوی و امرو و عرب به کاویان قلعه شبیخون زدن و تو از بالای شاهنشین به درون حیاط پرت شدی و از هوش رفتی و عرب ها تو رو دست و پا بسته به اسارت بردن. کاکوی که تصمیم میگیره همسر تو رو به قتل برسونه وارد اتاق میشه، ولی همسر از درب پنجره به پشت بیرون به پشت یک گاوی، گله گاوی که از اونجا داشت عبور میکرد میفته و بیهوش میشه و به سمت کوهی میره این گاو و فرزند تو به دنیا میاد و همسر دور از آبادی اونجا مشغول نگهداری از فرزندت میشه. و بعد از اینکه کاوه دستور میده به بهرام که برای یافتن تو به اون سرزمین بریم، من همراه سپاه و افرادی که همراه بهرام بودن، من از افسران بودم، همراه اون به اونجا رسیدیم و تو مسیر به همسر تو برخورد کردیم و بهرام متوجه شد که اون زن زیبا همسر تو هست، دلباخته اون میشه و فریب شیطان رو میخوره و به اون زن دست درازی میکنه و نهایتاً شیطان بهرام رو گول میزنه و میگه که تو کشته شدی تو اردوگاه دشمن، تو اسارتگاه دشمن و نهایتاً باعث میشه که بهرام زن تو رو زیر تیغ ببره بکشه و تصمیم میگیره که فرزند شیرخوارت رو هم بکشه، ولی اون ماده گاو گنداقه بچه رو بر میداره و به پا به فرار میذاره و اون بچه رو لای درز کوهی میذاره و همون موقع بود که شیطان فریاد میزنه که اون بچه لای درز کوه هست و بهرام هم که مشغول جستجو بود مدام مثل دیوانه ها فریاد میزنه کودرز، یعنی اون درز کوه که میگه کجاست. بعد از اون داستان بهرام پشیمون میشه و برمیگرده و پیش ما سپاهیان که نظاره‌گر این داستان بودیم برمیگرده و عذر تقصیر میکنه و میگه که من پشیمون هستم، اشتباه کردم، گول شیطان رو خوردم و من همون موقع بهش قول دادم که این راز پیش من بمونه و از خدا خواستم که من اونقدر زنده بمونم که عاقبت بهرام رو ببینم و امروز عاقبتش رو دیدم و میدونم که این جهان حکمتش طوریه که هر اون چیزی که در این جهان، هر عملی که انجام بدیم نتیجهش رو در همین جهان خواهیم دید. قارن بعد از شنیدن این داستان اون فرزند جنگل رو در آغوش میگیره و اسم اون رو گودرز میذاره و به اون میگه که نور چشمم، همونطور که ایرانی ها رو شکست دادی باید جبران کنی و با این صحبت گودرز به سمت تورانیان حمله میکنه و اونها رو شکست میده و ایرانی ها رو به اردوگاه خودشون برمیگردونه. خبر این شکست به تور و سلم میرسه و اونا ویسه رو مورد بازخواست قرار میدن و ویسه میگه که اعلی حضرت مگه اون موقعی که من این جوان رو پیدا کردم صحبت کردم بلد بود؟ مگه اصلا حرف زدن میدونست که من بدونم کی هست و نسبش چی هست؟
تقدیر چنین بوده و الانم که شاه توران به من اجازه بدن، من یک تیر آخری در ترکش دارم و اگر رها کنم و اگر اون به هدف بخوره، نه تنها ایران از آن شما خواهد بود، بلکه تمام دنیا مال تو خواهد بود. تور میگه که میخوایی چی کار کنی؟ ویسه میگه که قربان اجازه بدین که جواب رو موقعی بدم که تیرم به هدف خورده باشه. ویسه با تعدادی از سربازان و سرداران حرکت میکنه، اما هیچ کسی خبر نداشت که ویسه مقصدش چیه هست و مقصودش چیه و به کجا داره میره.